جسارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به این وضع نرسن. از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بودیم، من یه وقتی به جناب هم گفتم یه دیوار طولانی همتایی با ماشین رفتیم دیدیم این دیوار هست. پرسیدم مال کیه این؟ چیه اینجا به این بزرگی تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلان. یه بانک و این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهم نیست، این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن. حالا اینکه یه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف هست. نه بنگاهداری میکنن. بانک ها بنگاه بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک ها رو بگیریم. این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهم نیست، این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن.